در جوگه اوچم یک مردی بیگونه خوبه. اتا بیا بگیا چی را تا میدونی چی؟ من شو کوفته استم برای خدمت نه، برای دختر خاله جون شیرین من صورت خواهرش آوردنه او تاری باشه نمیگیرم. وقتی 30 سال مقدم ما این نمایش رو پیشنهاد کردیم، یک شوخی بود، خندشی یا همچون حجم بیننده تماشابین قبول کرد اون رو. ولی امروز متاسفانه به اصل بدل شده است. یک روز تصادف به پایتخت رفتگار بودیم. در گذرگاه فیض‌آباد از یک تپه دو زن بسیار با حال تباه بر راه برآمدند و معلوم بود که بسیار شلپر ماندند. راننده انصاف کرد و ایستاد و زنها رو شریک گرفت و در راه صحبت شد. پرسیدیم که از کجا میآیین؟ گفتن که کلینکابی آمدیم. از کجا؟ من پرسیدم. گفت که از ریگر. برای چی؟ در ریگر دختر نیست که شما از ریگر خسته فیض‌آباد برای خواستگاری آمدین؟ بچم گله کرد همون زنی کلان. حاضر در تردشت کجا دختر حلال مانده است؟ عجیب، دخترها فرزندای ما هستند، کلینای ما هستند، مادرای ما هستند، اهل بیت خودی ما هستند. چرا ما نسبت به آنها چنین مناسبت میکنیم، چنین نگاه میکنیم؟ حالان که انسان وقتی که با کسی مناسبت کردنی می شود یا که بهاگذاری میکند، پیش از همه باید به خود نظر افکند. حضرت صاحب محض در همین موارد گفته بود که هنر دیگران ندیدن عیب، دیدن عیب خویشتن هنر است. به هر حال ما هم دختر داریم، ما هم فرزند داریم، ما هم خواهر و اپا و مادر داریم یا زن داریم. باید به زن و فرزندان دیگران چون به زن و فرزند خویش باید نگاه کنیم، نظر کنیم، بهاگذاری کنیم. و عجیبش همین که این در تمام گوشه و کنارو در سرتاسر تاجیکستان چنین روحیه پیش آمده. سبب این به فکر شما بیننده عزیز چیست؟ فرزند یک کس سنگ ملامت زدن یا تنقید کردن عاقبت به سر خود ما بار میگیرد. چون که همون بچه های، همون جوان مرد هایی که خانه آباد کردنی میشوند، خواه و ناخواه اگر خدا خواسته باشد خودشون هم آینده صاحب فرزند میشوند که یک قسمتی آنها به شک شبهه دختر است. وقتی با دختر یک کس چی مناسبتی میکنی، به واسطه همون به سر فرزند خودت هم بار میگیرد. ولی امروز باز پهلوی دیگری مسئله اصلا دهشت ها پیش آورده. میبینیم که با فرزند نرخ میگذارند. حتما حاضر از 50 تا 80 هزار سومانی قلین میتن. نمیدونیم این با کدوم خاطر است. وقتی که درباره زندگی با مردم صحبت میکنی، همه گله و آزار میکنن که گویا شرایط زندگی ندارن. حتی در مورد نبودن برق 1000 سومون یافته برق آفتابی خریداری نمیکنن که پیش پاشون در شب روشن باشد. ولی برای یک خرسندی یک روزه با مردم گذرانیدن 120 هزار سومون خراجات میکنن. از 50 تا 80 هزار سومون قلین میتن. با مرکه میگذرانن که 100-200 کیلو از گوشت توقع خراجات میشود. و امروز کیلوی گوشت در بازارهای تاجیکستان از 90 تا 100 سومون، یعنی دومن 20 هزار تنها در یک محصولات خراجات میکنن، زن میدهند. و بعد یک هفته اکثر همون اونایی که خانه دار میشوند در مهاجرت مهنتی هستند و بعد 10 روز یا بعد 20 روز دیر بعد یک ماه به روسیه برمیگردند و کلین 1 سال 2 سال بعضا 10 سال راه میپاید. یعنی بچه هایی که در روسیه قرار دارن اصلا اویله دار نمیشوند. برای مادرها یا برای اهل بیت گویا خدمتگار میگیرند. برای تسکین که خوجه باغداری دارن، یعنی زن میگیرن از افتش در آنجا هم به همین بخت نصیب گشتن. چون که حضرت در روسیه یافتن شوهر
مشکلی رقمی یک است، مخصوصا تولد کودک، و برای توجیک این یگان تشویشی ندارد. شکر به همینش هم، ولی به هر حال ما فکری تربیه فرزند، فکر خانه آباد، فکر زندگی یک جایه را باید کنیم، چون که همون آدم موفق هست که زندگی خوب سازمان میکرد. زن شوهر اتفاقاً یکدیگر را میفهمند، یعنی یکدیگر را انتخاب میکنند. الحال انتخاب نیست، در زمان بازرگانی گویا این هم به مال بازار تبدیل یافته است. کسی که پول زیادتر داره گویا که عروس بهتر مییابد، کسی که کمتر داره عروس گنده. این از روی آداب و اخلاق انتظام نیست. ما باید هیچ وقت چنین مناسبت نکنیم، نه به خود نه به بیگانه ها، چون که بینگر که چی میکنی تو با خلق خدا، چشم از همه مردمان همان باید داد. مهاجری از روسیه به خانه زنگ میزند و با مادرش صحبت کرده ایستاده حال و احوال میپرسد. مادرش شکرگزاری میکند که تنجی، آرامی، شکر سری و پری همه کم بود برطرف شدگی. یگانه کم بود همینه بچم میگه که شما یک بالا بین همین فرزندانتون شما را یاد کردن، دخترچه میدک این سال مکتب رو شد، اخرا یک مرتبه شما را بینن. مهاجر مهنتی با یک کبر و غرور ابراز میداره که اوچه من مردکم، گفته بودم که تا اگر کلینی بچه نکنه ما دیگه به تاجیکستان بر نمیگردم. در حولی همسایه یک روز دادروی جاغ و وغ بزن و بگیر سر شد و همه اهل بیت به حولی برآمدند، حتی همسایه ها هم ریختند. هیچ کس نمیدونست که چی گپ شد، حتی خاندارها. فقط همون کودک 10 ساله خاندان داد میگفت، در حولی جغ و وغ میکرد، سنگ به دیوار میزد، کلوخه به آسمان میپرتافت، چیزی در پیش پشت میومد شطه میزد، میگریست، جور میگفت. چی گپ شده است؟ میگفت هیچ. فهمیده نمیشد، سرش میخپید، داد میگفته، میدوید. هیچ کس رو تسکین دادن نمیتوانست. و نهایت به هر حال باباش نبیره رو به آغوش کشید، سرش رو سیله کرد. التماس بچم آرام شو، چی گپ شد؟ چه حادثه است سرگذران؟ برای چی تو به این حال گرفته شدی؟ هیچ وقت ما تو رو در این لحظه ندیده بودیم. و گریسته و نالیده با همه آوازش داد میگه که به خونه در اومده بین، در جوگه اوچم یک مردی بیگانه خوبه. همه حیران میشوند، همسایه ها همه دست به آسمان میبردونه، یا توبه این چی دهشته که به سر همسایه ما آمده است. ولی کمپیری بیبیش از خفه آواز میکنه، بچم اون مرد بیگانه نیست، پدرت. یعنی فرزند در دوام 10 سال پدر خود رو ندیده است. این دهشت است که اون رو محض زمان بازرگانی برای مردم ما پیش آورد.